یک مسئله که بسیار مهم است مسئله زکات است. زکات بدون شک یک فرض الهی است و همچنان به این متیقن هستیم که و عقیده داریم زکات نصیب فقرا و مستمندان امت اسلامی هست. من شما اول این را بدانیم که از چند چیز زکات داده نمی شود و برای کیها دادن زکات جایز نیست. اول از 6 چیز زکات داده نمی شود، یعنی 6 چیز از جمله ضروریات اصلی انسان هست که از آنها زکات داده نمی شود. یکی از جمله ضروریات اصلی انسان خانه است، خانه‌ای که در آن سکونت دارد که از جمله ضروریات اصلی هست. هر چند قیمتش بالا برود و پرارزش و با قیمت باشد از آن زکات داده نمی شود. دومین چیزی که از آن زکات دادن فرض نیست و زکات داده نمی شود از جمله اسباب خانه است، یعنی از جمله فرش و ظروفات خانه که اینها از جمله ضروریات اصلی انسان هست و از این هم زکات داده نمی شود. سومین چیزی که از آن زکات دادن فرض نیست یعنی سواری انسان، که انسان از جمله مثلا اسب و موتورسایکل و موتر رو که از جمله ضروریات انسان، ضروریات اصلی انسان است که از اینها هم زکات دادن فرض نیست و بالای انسان واجب نیست که از این زکات پرداخت بکند. و چهارمین چیزی که از آن زکات دادن بالای انسان واجب نیست از جمله غلامی که از برای خدمت انسان باشد، از این هم زکات داده نمی شود و زکات واجب نیست. و همچنان پنجمین چیزی که زکات ندارد سلاح انسان هست. سلاح انسان هم از جمله ضروریات اصلی انسان هست، سلاحی که از برای حفاظت جان خود، سلاحی که از برای حفاظت اهل فامیل و مال و جان اخیش با خود دارد، یک مل سلاح. البته با این هم زکات دادن واجب نیست و زکات داده نمی شود. و ششمین چیزی که از آن زکات داده نمی شود کالای انسان هست، کالایی که با خود دارد از برای استعمال و استفاده، از این هم زکات داده نمی شود. چرا؟ کالا هم از جمله ضروریات اصلی انسان ها هست. بنابراین این 6 چیز بود که از این زکات داده نمی شد و زکات دادن بالای انسان واجب نبود، که 6 گروه از جمله خانه، اسباب خانه، سواری، غلامی که از برای خدمت است و سلاحی که از برای حفاظت جان و مال است و همچنان کالایی که از آن استعمال و استفاده می کند. از این 6 چیز زکات دادن بالای انسان واجب نبود. حالا بیاییم که برای کیها دادن زکات و صدقه فطر همچنان جایز نیست. برای 3 طبقه از مردم دادن زکات جایز نیست. اول اصول، یعنی پدر و مادر، هر چندی بالا برود، یعنی پدر کلان به همین شکل هر چندی بالا برود، مادر کلان هر چندی بالا برود، به اینها دادن زکات جایز نیست، یعنی زکات به اینها داده نمی شود. گروه دومی که زکات دادن برای آنها جایز نیست که از جمله فروع، یعنی اولاد، چه از پسر باشد چه از دختر باشد، یعنی به اینها هم که از جمله نواسه و کواسه و به اینها زکات داده نمی شود، که طبقه دومی که زکات به اینها داده نمی شود. البته برای داماد و برای عروس زکات داده میشه اگر فقیر باشه. و سومین گروهی که سومین شخصی که با آن زکات دادن نمی شود و زکات دادن برای آن جایز نیست، زوجه، زن منکوحه انسان، به این هم زکات داده نمی شود. البته برای خسر
و خشوع انسان زکات داده می شود در صورت که فقیر و مستمند باشد. بناهن پدر و مادر این گروه اول و گروه دوم اولاد و همچنان شخص سومی که به اصطلاح منکوحه و همسر و زن انسان، به این سه طبقه مردم هم زکات دادن جایز نیست و برای آنها هم زکات داده نمی شود.